خطرناکترین کتاب دنیا یا همان شمس المعارف کبری که دروازه‌ای است به دنیای اجنه و شیاطین. شمس المعارف کبری یک کتاب ممنوع النشر برای فروش در بسیاری از کشورهای عربی به دلیل ارتباط آن با جادو و سحر است. سحر و جادو که در طول تاریخ همواره یکی از بزرگترین گناهان شناخته شده است، دلیل این است که استفاده از این کتاب را به یک گناه بزرگ تبدیل کرده است. این کتاب داستانی ترسناک و غیر منتظره دارد که از واقعیت‌ها الهام گرفته شده است. حس فضولی و کنجکاوی بیش از حد در مورد موضوعات مختلف، به خصوص در مورد سحر و جادو، موضوعی بسیار خطرناک است که ممکنه بدبختی و اتفاقات ناخوشایند زیادی رو برامون به وجود بیاره. اما اکثر مردم عاشق اینجور چیزان. دقیقاً مثل من، البته قبل از اینکه این اتفاقات برام بیفته. اسم من جعفره و مثل خیلی از مردم از اول زندگیم تا به الان اتفاقات عجیب و هر از گاه ترسناک برام افتاده بود. البته این اتفاقات به صورت واضح و شفاف نبودند و فقط به صورت احساسی عجیب و غیر واقعی درکشون کرده بودم. حدوداً 7 سال قبل بود که اتفاقاتی برای من و خانوادم افتاد که دلیلش کنجکاوی و بیفکری من بود. من شدیداً عاشق چیزهای ترسناک بودم، سریال‌ها، فیلم‌ها، کتاب‌ها و داستان‌های ترسناک. و خلاصه‌وار بگم همش دنبال دردسر بودم تا حس واقعی ترس رو بچشم. اون زمانها اوج علاقه من به اتفاقات عجیب و غریب بود، به طوری که یک روز تصمیم گرفتم جن احضار کنم. به خودم گفتم من که هیچ ترسی از این جور چیزا ندارم و حضور جن در کنارم نمیتونه برام اذیت کننده باشه. پس چرا جن احضار نکنم تا بیاد به هم خدمت کنه و همه خواسته همو برآورده کنه. در اوج نوجوانی بودم و حس کنجکاویم بیشتر از همیشه بود و هر چیزی در مورد احضار میشنیدم 2 تا دستم قرض میگرفتم تا برم و امتحانش کنم. ولی این آزمایش‌های بچگانه منو به نتیجه‌ای نرسون و همش الکی بود. داشتم ناامید می شدم تا اینکه یادم اومد یکی از دوستان به این جور جریانات علاقه‌منده. اون کتاب فروشه و چند باری ازش در مورد جن و شیطان و روح چیزایی شنیده بودم. رفتم پیشش و بهش گفتم دنبال راهی می گردم تا باهاش جن احضار کنم تا بیاد و به هم خدمت کنه و من فقط عشق و حال کنم. اون خندید. اولش فکر کرد دارم شوخی میکنم، ولی بعدش که دید جدیم کتاب شمس المعارف کبری رو به هم معرفی کرد. من از شوق چشمام برق میزد که گفت بهتره سراغ این داستانا نری. من یه مدت خواستم یه کارایی بکنم ولی اتفاقاتی افتاد که پشیمونم کرد. الان اسمشم میاد وحشت میکنم. بهش گفتم بچه بازی در نیار، مگه چقدر میتونه بد باشه؟ شایدم تو زیادی ترسویی. من از جن نمیترسم. بیاد خودم هم براش چایی هم میریزم. اینا رو گفتم و بهش خندیدم ولی تو چشماش ترس رو میدیدم. همینم باعث میشد که کنجکاو بشم و زودتر برم سراغ این کتاب. رفیقم اون کتاب رو برام جور کرد. من در عین حال که میدونستم اون کتاب حرامه و نباید ازش استفاده کنم، اما تردید نکردم. کتاب رو ازش گرفتم و خوشحال و هیجان زده راهی خانه شدم. خونه ما یه ساختمون 5 طبقه است که مادر بزرگم تو طبقه اولش زندگی میکنه. طبقه دوم و 4 رو اجاره داده بودیم و تو طبقه سومش خواهرم و شوهرش و دختر 1 سالشون زندگی میکردن و من و پدر مادرم و برادرم هم تو طبقه 5 بودیم. چند روز بعدش خانواده به یک مراسم دعوت بودن که من از همون اولم گفته بودم نمیام. با خودم گفتم این بهترین زمان برای خوندن اون کتاب و آغاز کاره. روز مراسم رسید و پدرم گفت جعفر مهمونیو نپیچون، تو هم بیا بریم.
خونه میشینی که چی بشه؟ منم خودم رو زدم به بی‌حوصلگی تا بی‌خیالم بشن. در حالی که از درون کاملا هیجان زده بودم. بالاخره اونا رفتن و من خونه تنها موندم. فوراً به سراغ کتابی که پنهان کرده بودم تا کسی نبینه رفتم. سریع کتاب رو برداشتم و همونجا روی زمین نشستم و کتاب رو باز کردم. چند دقیقه صفحه هاشو نگاه کردم. تو کتاب نقش‌ها و کلمات غیر قابل فهم زیادی بودن که یه جورایی هم ترسناک به نظر می اومدن. گفتم حتما اینا اصول و قوانین و آیین‌های سحر و جادوه. هر تصویر به صورت کامل به طلسم‌ها متصل بود و به نظر می رسید هر کدوم از آنها هدف خاصی داشت و کنار تصاویر توضیحاتی در مورد راه و روش‌های فعالسازی اون طلسم و جادو بود. داشتم صفحات رو دونه به دونه نگاه می کردم تا به صفحه‌ای که مربوط به احضار جن و به خدمت گرفتن اون بود رسیدم. این دقیقاً همون صفحه‌ای بود که از اول دنبالش بودم. دیدن اون صفحه‌ها با نوشته و طرح‌های عجیب کاملاً حس ترس رو در من فعال می‌کرد. احساس کردم اتاق کمی تاریکه. از ترس پا شدم و همه چراغ‌ها رو روشن کردم و شروع کردم به خوندن کتاب. در همون ابتدای متن خوندم که نوشته بود باید چراغ‌ها رو خاموش کنم و شمع روشن کنم. منم دقیقاً همین کار رو کردم. تو اتاق خودم بودم و در و پنجره ها باز بود و بادی که از پنجره می اومد تو به بدنم می خورد هم حس عجیبی بهم میداد. یه سری از نوشته های کتاب رو خوندم تا به جاهای خوبش رسیدم. بعد با هیجان پا شدم رفتم کاغذ سفید آوردم و با قلم قرمزی که داشتم طبق اون چیزی که توی کتاب نوشته بود و طرحی که می دیدم رو کشیدم. نقاشی یک ستاره بزرگ مانند ستاره داوود بود و در وسط اون یک مثلث متوسط بود که یک چشم داشت. پس از اینکه نقاشی کردن آن تموم شد، شروع به نوشتن نویسه هایی کردم که از خطوط و اشیا بود. کار سختی بود، حتی دقیق یادم نمیاد اون حروف و خط و شکل ها چی بودن. همین این کارها رو انجام دادم و منتظر موندم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. دوباره همه کارها رو با دقت بیشتر و طبق نوشته های کتاب تکرار کردم و در نهایت هیچ اتفاقی نیفتاد. کمی همون جوری نشستم و تو فکر فرو رفتم تا اینکه صدایی از آشپزخونه اومد. انگار صدای ریختن آب بود. نفس عمیقی کشیدم، سعی کردم به خودم مسلط بشم و رفتم ببینم چه اتفاقی افتاده. وارد آشپزخونه که شدم دیدم شیری که گذاشته بودم روی گاز تا بجوشه یکم زیادی جوشیده و ریخته زمین و همه جا رو کثیف کرده. این اتفاقات باعث شد کلاً همه چی رو در مورد اون کتاب و احضار جن فراموش کنم. سریع چراغا رو روشن کردم و شروع کردم به پاک کردن گاز و شستن ظرفای کثیف. چون اگه مادرم می اومد و می دید آشپزخونه رو به چه روزی انداختم، قطعاً منو می کشت و آرزوی احضار جن هم به دلم می موند. کارم که تو آشپزخونه تموم شد برگشتم تو اتاق، ولی متوجه شدم شمعی که روشن بود خود به خود خاموش شده. گفتم خب مشکلی نداره، حتما باد خاموشش کرده. دوباره شمع رو روشنش کردم و شروع کردم همین آیین‌ها رو تکرار کردم تا شاید بتونم به نتیجه‌ای برسم. چند دقیقه‌ای گذشته بود که متوجه شدم دارن در میزنن. تو فکر این بودم که کیه داره در میزنه که در رو باز کردم و شوکه شدم، چون پدر و مادر و برادر و خواهرم اینا بودن. و من کاملا تعجب کرده بودم از اینکه زود برگشته بودن. ازشون پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ چرا انقدر زود برگشتین؟ تو مراسم بهتون خوش نگذشت یا چی؟ پدرم انگار از سوالم تعجب کرده بود و گفت پسرم ما که زود نیومدیم، دقیقاً سر موقع اومدیم. ببین کی رفته بودیم مهمونی دیگه تموم شد و ما هم برگشتیم. نگاهی به ساعت انداختم و فهمیدم که بیشتر از 4 ساعت از رفتنشون به مهمونی میگذره و طبیعی بود که الان برگردن.
ولی من اصلا متوجه گذر زمان نشده بودم. یعنی نبایدم اینقدر زود میگذشت، چون از وقتی که خانوادم رفتن من نهایتاً 1 ساعت درگیر اون کتابه و طلسماش بودم. بعدم یادم اومد که من کمی بعد از رفتن اونا شیر رو گذاشتم روی گاز و چند دقیقه قبل بود که اونجوری جوشید و همه جا رو به هم ریخت. اگه 4 ساعت گذشته بود شیر باید خیلی قبل تر از اینا می جوشید. پس متوجه شدم که حق با منه و زمان زیادی نگذشته. ادامه دادن به فکرهای توی مغزم داشت منو دیوونه می کرد. من یه فرد خیلی محکم و نترسم و حاضر بودم تا ته داستانو برم. ولی برام عجیب بود که بعد 4 ماه از اون روز با اینکه همه گفته های کتاب رو مو به مو انجام دادم هیچ اتفاقی برام نیفتاده بود. مدتی گذشت و من مشغول امتحانات و مراسم های نامزدی برادرم بودم. این قضیه کم کم داشت تو ذهنم کم رنگتر می شد تا اینکه به خودم اومدم و گفتم کاری رو که میخواستم باید انجام بدم، چون حس کنجکاویم داشت منو نابود میکرد. تقریبا هر چند ماه یه بار همه اون کارا رو تکرار میکردم تا شاید نتیجه‌ای بده، تا اینکه یه روز وقتی هیچکی خونه نبود و همه اعضای خانواده رفته بودن خونه مادر بزرگم که تو طبقه اول بود، تصمیم گرفتم دوباره کارم رو شروع کنم و با جدیت بیشتری برم تو دل کار. این بار آیین‌های دشوارتر و وحشتناکتری رو امتحان کردم. حتی یک نقاشی روی زمین حمام کشیدم. شاید براتون مسخره به نظر بیاد، ولی من برای این احضار حتی یک عروسک گربه سیاه رنگ هم درست کردم. کمی گذشت و من توی اتاقم نشسته بودم که یهو صدای گربه شنیدم. در اتاقو باز کردم و دیدم یه گربه کوچولوی سیاه دقیقاً پشت در اتاقم وایساده و داره منو نگاه میکنه. قیافش یه طوری بود و فقط لو زده بود به من و انگار صداشو از تو مغزم داشتم میشنیدم که میگفت من اومدم تا آنچه را که خوانده‌ای انجام بدم. من چند دقیقه مثل مترسک خشکم زده بود. بعدش اون گربه رو گرفتم تا تو خونه ول نباشه. در خونه رو قفل کردم تا کسی نتونه بیاد تو. بعد از ترس یه چاقوی جیبی برداشتم و وارد حمام شدم تا نقاشی هایی که روی زمین حمام کشیده بودم و پاک کنم. بعد این قضیه حدوداً 2 ماه گذشته بود و اتفاق خاصی نیفتاده بود. بنابراین تصمیم گرفتم کتاب رو ببندم و برای همیشه کنار بذارمش. تو خونمون یه جعبه فلزی داریم. خیلی قدیمیه و توش لوازم قدیمی و به درد نخورمون رو میذاریم و معمولاً کسی سمت این جعبه نمیره. پس با خودم فکر کردم که بهترین جا برای پنهان کردن این کتاب توی همون جعبه است. کتاب رو اونجا گذاشتم و در جعبه رو قفلش کردم و کلیدشم برداشتم تا هیچ کدوم از اعضای خانواده نتونه بره سراغش و کتابو ببینن. هیچ کدوم از اعضای خانواده از کاری که کرده بودم خبر نداشتن، چون من همون رو کاملا پاک کرده بودم و همه مدرک جرم‌ها رو از بین برده بودم. بعضی وقتا با خودم فکر می‌کردم که یعنی کتابی که انقدر توی دنیا سر و صدا کرده و استفاده ازش ممنوع شده خرافاتی بیش نبوده، یا نکنه من کاری رو اشتباه انجام دادم و باعث شدم آیین‌های توی کتاب تکمیل نشن و همین باعث شد که بخواستم نرسم. چند وقتی بود که بیخیال جن خدمتگزار شده بودم و خودم رفته بودم سراغ کار. اون زمانها من توی یه شرکت تشریفاتی و در بخشی که برای آماده سازی غذای مراسم‌ها و عروسی‌ها بود مشغول کار بودم. برای همین تا دیر وقت باید کار می‌کردم و تا آخر مراسم‌ها اونجا می‌بودم. یک شب وقتی کارمون تموم شد خسته و کوفته برگشتم خونه. ساعت 2 شب بود و همه اعضای خانواده خواب بودن. به آرومی در خونه رو باز کردم تا با صدای در بیدار نشن
میخواستم برم سمت اتاقم، ولی همین که از جلوی در حمام رد شدم متوجه بوی بدی شدم که از حموم میومد. انگار یه چیز فاسد اون تو بود. بوش به قدری تند و حال به همزن بود که میخواستم بالا بیارم. انگار یه حیوان مرده رو یه هفته گذاشته بودی اون تو مونده بود. در حمومو باز کردم تا ببینم بوی چیه. با باز کردن در بو شدت گرفت و من جلو بینیمو گرفته بودم تا کمتر متوجه این بوی حال به همزن بشم. ولی همین که چراغ حموم رو روشن کردم متوجه شدم چیزی اونجا نیست. خیلی تعجب کردم چون یهو بو هم از بین رفت. گفتم شاید به بو عادت کردم. چند بار از حموم رفتم بیرون، نفسی گرفتم و دوباره برگشتم و با دقت بو کردم ببینم متوجه بویی میشم یا نه. ولی متوجه شدم اصلا بوی بدی نمیاد. برگشتم تو اتاقم، ولی با اینکه اون همه ساعت سر کار بودم و کل بدنم خسته بود اصلا خوابم نمی برد. 1-2 ساعت همش اینور اونور شدم و سعی کردم به بویی که از تو حموم می اومد فکر نکنم تا بالاخره خوابم برد. صبح به خاطر سردرد شدیدی که داشتم از خواب بیدار شدم و دیدم هنوز خیلی زوده و بقیه خوابن. یه صدایی شنیدم، انگار یه چیزی خورد به دیوار، ولی صدا ضعیف بود و من متوجه نشدم صدا دقیقاً از کجا میاد. دوباره همون صدا تکرار شد، ولی این بار بلندتر بود که فهمیدم این صدا از توی آشپزخونه میاد. رفتم سمت آشپزخونه و هرچه نزدیکتر می شدم دوباره همون بوی بد و متعفن رو حس می کردم. وارد آشپزخونه شدم و مصیبت واقعی رو به چشم خودم دیدم. وسط آشپزخونه دختر 1 ساله خواهرم رو دیدم که نشسته بود روی زمین. یه پرتقال توی دستش بود، ولی روی اون پرتقال آتیش گرفته بود و شعله‌های آتیش به طرز عجیبی بالا می رفتن و مثل یه آتیش معمولی نبود. اون خیلی آروم در حالی که داشت یه آهنگی رو زمزمه می کرد به آتیش روی اون پرتقال نگاه می کرد. من از تعجب خشکم زده بود. چند باری پلک زدم و چشمامو کامل باز کردم تا ببینم چیزی که می بینم خوابه یا نه. آخه دختر خواهرم الان باید خونه‌شون می بود. اصلا اگه اینجا هم می بود یه بچه 1 ساله چطور می تونست پرتقال برداره، آتیشش بزنه و آهنگ زمزمه کنه و بدون اینکه ذره‌ای بترسه به اون آتیش دل بزنه. بعد اینکه متوجه شدم خواب نیست و واقعیت، چند بار صداش زدم و گفتم آیلین دایی تو اینجا چی کار میکنی؟ اون چیه تو دستت؟ ولی اون اصلا به من توجه نمی کرد و همون جوری مشغول کار خودش بود. به ترسم غلبه کردم و نزدیکتر رفتم و همون جوری که داشتم صداش می زدم چشمم به آتیش توی دستش بود. نزدیکتر که رفتم متوجه چیز عجیبی توی اون آتیش شدم. اون تو تصویری از یه تعداد آدم بود که داشتم می سوختن. کمی که دقت کردم دیدم اون آدما خانواده‌من. انگار که داشت آینده رو نشون میداد. همون جوری خشکم زده بود که یهو متوجه شدم از آب سردکن یخچال داره نفت میریزه روی زمین و رفته رفته سرعتش داره بیشتر میشه. دختر خواهرم برگشت و نگاهی به زمین انداخت. بعد دیدم میخواست بره سمت نفت و اون پرتقالی که آتیش زده بود رو بندازه روی نفت. خیلی ترسیده بودم، قلبم داشت وای میستاد. میخواستم داد بزنم و فرار کنم، ولی به خودم گفتم باید مانع این کارش بشم. همه خانواده تو خونه‌ن و من نباید بذارم خونه رو آتیش بزنه. جلوتر رفتم و خواستم خیلی سریع اون پرتقال رو از دستش بگیرم تا نذارم پرتش کنه، ولی متوجه شد و همین که کف دست من به اون آتیش خورد و گرمای آتیش رو حس کردم سریع اون زمین روی نفت انداخت و آتیش شدت گرفت. بعدش دیگه همه فکرم پیش آتیش بود. کتم همونجا روی صندلی بود. برش داشتم و سعی کردم آتیش رو خاموش کنم. تون با کت به آتیش ضربه می زدم تا خاموش بشه.
همون لحظه بود که دختر خواهرم شروع کرد به جیغ زدن و یهو متوجه شدم اصلا آتیشی وجود نداره و من دارم الکی کتمو به زمین میکوبم. سرمو برگردوندم سمت بچه و دیدم روی زمین دراز کشیده و داره بلند بلند گریه میکنه. همه خانواده به خاطر این سر و صدا بیدار شده بودن و هراسون وارد آشپزخونه شدن. مادرم سریع رفت بچه رو بغل کرد و پدرم همونجا جلوی ورودی آشپزخونه وایساده بود. با تعجب داشت منو نگاه میکرد. انگار که منتظر بود توضیحی از من بشنوه. همه چی رو براشون تعریف کردم ولی وقتی نگاهی به زمین کرد و دید چیزی آتیش نگرفته به هم نگاه کرد و گفت هوشیار باش پسر، انگار هنوز از خواب بیدار نشدی. این وسط تنها چیزی که متعجبشون کرده بود دختر خواهرم بود. ازم پرسیدن تو آوردیش اینجا و منم بهشون گفتم به خدا من نیاوردمش. من نصف شب از سر کار برگشتم و خوابیدم. صبح که بیدار شدم دیدم اینجاست و خودمم ترسیدم. بعدش من از آشپزخونه بیرون رفتم و مادرم و برادرم مشغول جمع و جور کردن آشپزخونه شدن. من اصلا متوجه این نشده بودم که موقع خاموش کردن آتیش خوردن به ظرفا و افتادن شکستن. همه یه جوری به هم نگاه می‌کردن، انگار فکر می‌کردن موادی چیزی زدم و همین باعث شده توهم بزنم. به خواهرم زنگ زدیم و گفتیم دخترت اینجاست. سریع بیا بالا و اونم با تعجب و ترس خیلی سریع خودشو رسوند و گفت بچم اینجا چی کار میکنه؟ در حالی که ما هم منتظر بودیم تا از خودش جواب این سوالو بشنویم. قضیه رو برا اونم تعریف کردم. خیلی ترسید و دخترشو بغل کرد و گفت من میرم خونه‌مون. بعد اینکه کمی خونه آروم شد رفتم تو اتاقم و تازه متوجه شدم دستم داره میسوزه. نگاهی به دستم انداختم و دیدم کف دستم کاملا سوخته و قرمز شده و فهمیدم کار اون آتیش بوده، ولی از ترسم به بقیه چیزی نگفتم چون ممکن بود بفهمم من چی کار کردم که اون اتفاقا افتاده. اگه میفهمیدن چه غلطی کردم منو میکشتن. پس ترجیح دادم ساکت بمونم و فکر کنم من توهم زدم. بعد اون اتفاق هر شب احساس می‌کردم اون دوباره اونجاست و از ترس خوابم نمی‌برد. یا بعد شبا وقتی نصف شب بیدار می‌شدم و چشمامو باز می‌کردم اونو روی تخت کنارم می‌دیدم که دراز کشیده و داره بهم نگاه می‌کنه و از ترس چشممو می‌بستم و تا صبح باز نمی‌کردم. تا اینکه یه روز صبح پدرم اومد از خواب بیدارم کرد. نشست کنارم و بهم گفت پسرم تو اون روز واقعا اون چیزایی که گفتی و دیده بودی؟ تعجب کردم که چرا دوباره اینو میپرسه. شروع کردم به قسم خوردن که واقعا اون اتفاقا افتاده و من متوهم نبودم. اون شب خواهرم اینا تا نصف شب خونه ما بودن و همینجام خوابیدن. پدرم بهم گفت صبح که همه‌شون خواب بودن صدایی شنیدن و بیدار شدن. وقتی رفتن تو حال دیدن خواهرزادم داره آهنگی رو زمزمه میکنه و خواهرم که از این رفتارش شگفت زده و ترسیده بود داشته صداشون میکرده. وقتی رفتم پیششون شوهر خواهرم با دستای لرزون بچه‌شو بغل کرده بود و با تعجب داشت ما رو نگاه میکرد. پدرم داشت اینا رو تعریف میکرد و من هر لحظه ترسم بیشتر میشد و به خودم میگفتم چقدر احمقی که به خاطر کنجکاویت همچین بلایی رو سر خانوادت آوردی. سریع پا شدم و از اتاق بیرون رفتم تا ببینم بقیه تو چه حالن. تو حال وایساده بودم و داشتم دختر خواهرم رو تماشا میکردم تا ببینم دوباره رفتار مشکوکی داره یا نه. بقیه هم مثل من ترسیده بودن و همشون چشمشون به اون بود که یهو متوجه شدم خواهرم نیست. گفتم شاید رفته چیزی برای بچه بیاره. ازشون پرسیدم خواهرم کجا رفته که دیدم هیچ کدومشون اصلا متوجه رفتنش نشدن و با بهت دارن اطراف رو نگاه میکنن که این وسط یهو خواهرزادم زبون باز کرد و با لحن خوشحال گفت همون. اینو که گفت چشمای همه از تعجب گرد شده بود.
که اون یکم خندید و دوباره گفت همون. شوهر خواهرم سریع اونو بغل گرفت و گفت دخترم تو کی یاد گرفتی حرف بزنی؟ اینو از کجا گفتی؟ اصلا کی بهت یاد داده این کلمه رو؟ هممون متعجب و ترسیده بودیم که من یهو نگران خواهرم شدم و بدو رفتم سمت همین که رسیدم به همون دیدم نشسته کف زمین، دقیقاً همون جایی که من روش اون طرح توی کتابو کشیده بودم و یه چاقو رو دستشه و داره به دستش نگاه میکنه و میخواست چاقو رو ببره سمت دستش و رگشو بزنه. بدون وقفه جلو رفتم و چاقو رو ازش گرفتم، پرت کردم اونور و محکم بغلش کردم. چند بار به صورتش چک زدم تا به خودش بیاد که یهو شروع کرد به گریه کردن و زبونش بند اومده بود و گفت من نمیخواستم بیام اینجا ولی کنترلی هم روی خودم نداشتم. هممون به شدت وحشت زده بودیم. بعد اون اتفاق تصمیم گرفتیم اون خونه رو بفروشیم و از اونجا بریم. بعد اینکه رفتیم خونه جدید دیگه خبری از اون اتفاقات عجیب و غریب نبود و همه چی خوب پیش میرفت. ولی بازم هر موقع یاد اون اتفاقا میافتیم ترسی توی وجودمون بیدار میشه. اون موقع بود که من از کارام عبرت گرفتم و تصمیم گرفتم دیگه برای هیچ چیزی بیش از اندازه کنجکاو نشم و سراغ چیزایی که به من ربطی نداره نرم.